مخلوق نورشناسی که چند روز ساکنان شهر وحدت و دهه‌های اطراف آن را بی‌ضابطه می‌کرد و مردم آن را جن گمان می‌کردند در اصل یک مرد افریقایی تبار بوده است که از گرسنگی در جستجوی یگان خوردنی شبها به خانه‌های ساکنان می‌درآمده است و مردم در وحدت از ترس این جن حتی شبانه در اطراف دهه‌ها پاسگاه‌ها تشکیل می‌کردند. روز 20 آگوست سال 2024 در شبکه‌های اجتماعی از قبل مقامات حفظ حقوق شهر وحدت خبر دادند که این جن وحدتی بالاخره یافت و دستگیر کرده شد. بنا به اطلاع نشر شده، در اصل دستگیر شده دانی نام شهروند کشور افریقایی اوگاندا بوده است. او را مردم جن و عجینه گمان برده چند شب از ترس خواب نکردند. در خبر نشر شده گفته می شود که ضمن بازپرسی معین کرده شده است که دانی از گرسنگی مجبور شده است که برای دریافت نان یا یگان خوردنی شبها به خانه‌های ساکنان درآید. او این کار را شبانه انجام می‌داده است. یک شب ساکنان برای بازداشت دانی از پسش می‌دوند و دانی از ترس به بالای بام‌های خانه پریده فرار کرده است. چست و چالاکی او هنگام فرار به ترس و تهلکه مردم در وحدت باز هم افزوده برخی او را به کنگوروی آدم سیمو و برخی به چلوک پاوک مانندی کردند. معلوم نیست که دانی کی و چگونه به تاجیکستان آمده است و چه سبب دچار چنین حالت طاقت فرسا گردیده حتی گرسنگی کشیده است، آن هم در کشوری که مردمش با مهمان‌نوازی خود شهرت دارند.